من یک تاجیکم، من چطور میتونین شما یک پشتون میسازین، یک افغان میسازین و چی توی حق از من میگیرین؟ من باید به زبانم گپ بزنم، باید به زبانم کار کنم، باید به زبانم فعالیت کنم، باید به زبانم شعر بگم، باید به زبانم نوشته کنم، تاریخ ما بنویسم. و حتی توی هم که پشتو زبانی تاریخ تا اکثرا می به زبانی من نوشته میکنی، بعد زبانم قبول میکنی از مجبوری، ولی خودم میاری طرف خودت. من بسیار بچه خرد بودم که در مکتب درس میخواندم، در اطراف و قریجات اونجا پشتون ما نمیفهمیدیم، ما افغان میشناختیم، افغان و تاجیک. من در این وقتایی که کلان شدم، یک آدمی سیاسی شدم، بعد فهمیدم که اینا رو پشتون میگه و افغان و تاجیک. او وقت افغان بود، افغان. افغان یعنی پشتون، افغان یعنی کسی که پشتو گپ میزنه. شما قانونی را که برای من میسازی، دیگه افغانستان 200 سال قبل نخواهد بود. با تیارای خارجی هم افغانستان 200 سال قبل نیست. با زور امریکا هم افغانستان 200 سال قبل نیست. اجازه بدین.